أعوذ بالله بسم الله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز، برادران مهربان، برادران خواندم، برادران قدر، میتونم تلگرام کنم سریعتر. خوب هستید اینجا برادرای عزیز؟ خویا علاقه بروی خوب گاو زنیم که چق چق دل می 28 minut دیگه نشده است. خوب هستی همه اینجا نغزه و خواه بداره. ای مردمی تاجیک، سلام علیکم. خوب تینج نغز با یک خواهش از هر یک از شما در اومدم، خواهش میکنم یک لایک کتاب بزنی بعد چق چق دل ما. شورا جون سازی تینجی. سلام به همه دوستان مهربان، همه خوب، همه تنج، خوش بال تو پروردگار. آیا خبرکت هم بتیا که در همی لاغ لاغ گفتی هم رحمتی کمپیری بیبیم نمیگرده و کار میکنی. علیکم السلام و رحمت الله. در سفر مای پیش هم مرده و گشته اومده شدیم. مرده درسته رو شاید بچه آواره کردگی. نو چند ساعت اومدیم؟ 4 ساعت. نو این انشالله میرسیم در شهر اوفا. اولی اوفا گفتیم در سمالیات بلیط میگیریم میریم که چی بوده این بلا پاسدارش باشه. گفتیم خرابه گفتیم بلیط میگیریم که بلیط قیمت همه از بورش کردیم. دوستان مهربان خواهش میکنم از شما برای چی من اومدم همین ویدیوی آخرونگی که من موندم نسبت یا که بابای لنگری موندش نسبت همو برادرایی که اول کردگی سوختن در تلگرام من بدروی ببینیشون، یعنی که من ویدیو اورجینال شم موندم که خیلی سوختیان. خواهش میکنم هم ویدیو را در استوری های واتساپتون، ایموهاتون، در تلگرامتون اگر گروه های واتساپی داشته باشه پنگ یگان برادران خیرخواه داشته باشه التماس برای کمک کنند. الله شاهدی چی بگم، ای هر یک کدمش 4-5 کودک موندگی، ای برادر یکمش سوخت جزیره باد شدگی توبه کردم پول همش اسکلت سرش موندگی. الله شاهد دیمش اوجه تای 88-98% سوختگی. الله خود شکر میگم پروردگار رشتت میکنه و کندنه. برادر سیمش هم همچنین سوختگی، برادر چویمش سوختگی شکستگی. این شوخی نیست. ما این که مینه نکنیم ای مسکه خسته اومده با او جره میریم 1000 چند کیلومتر نای برادر پاپرسید میکنیم. میشه خواهش میکنیم کاری از هر یک قدم شما که در همین حالت تنهامو نگذاره، در این حالت خواهش میکنم طاقمو نگذاره. ما مسلمانیم، خداوند درد سر هیچ کتک مردم تاجیک نبینم. اما چی میگم، این بلا به سر هر کس اومدنش ممکن. سنجش های پروردگار بالای همه مسلمان میبیاند. بنده دوستارمش سنجش میکنن، اما باید همدیگری دستگیری کنیم. پروردگار روز قیامت میگه من بیمار بودم چو من خبرگیری ناومدی؟ میگه یا الله تو بزرگی، ما چه خطر خبرگیری؟ میگه هر یا بیمار هر کسلی بود من همو جمع بودم، باید خبر بگیری. مسئله تلگرام ما گفته شده در ویدیو آخرون سیلکش باز من زنگ زدم پیش این شما پیجا در اومدن 670 چند بود 6 در بین 2 ساعت الحمدلله 673,000 جمع شدگی. اگر برای همین برادرایی که در گذشتگی و این حالت وزمیندن، اگر 10 میلیون با سیمیه به او را به هیچ خریده نمیشه. در راه این برادر چل میچسبم گاگو بخشش دیور با هم خودی تنها نگذاریم. مرا برادر در این کارش خیر خداوند حفظ کنه، سربلند باشه. رحمت برای همه دستگیری تو مردمی سربلند. سخنی من سخنی بابا جان 88 بگم با زبانی هم تاجیکی خیلی میگم میزنم. اگر گاه ویدیو من پیرواد کنن در یگان برادرای دیگه ملت های مسلمان ها، اما همه وقت با همه تاجیکی گفته هستم.
همین تاجیک خدمت شما ما رو میفهمه. فهمیدی؟ آخه چی بگم، ما این همجا از برای خدا گپ زدیم اینجا یک تشنیفسه کلوب استعفا چون چه خبر بالا آخی ای سرت بمونه برا گم شه همینجا. ما چی گفته هستیم در همینجا چوم چی گفته هستیم. خداوند هدایت کنه. چهار بچه تاجیک ای عبدالرحمن جامیان کویبشی پیشینه میروم پیش یا برادر چیزی دگوار میکنن ایوس هم کاغذ گرفته در راه میبیاین ای پیش یا لکسوس رفته است ای پیش لکسوس یا کماز وقتی میاین یا در ماشینشون نمیبینن همو کماز قضای الهی لکسوس غلفت به راه میکنه افغان میکنه یا با اون شخص میان در تک همو عقب ماشین میزنن ماشین کلوندا هم اون ماشین در میگیره هم یا در میگیرن. این بچه پیشکی که از پول نسوخته در تلگرام ما هسته یا که در استوریس ها موندمش هم ایجاش پول میسوزه مقصد همون سگوناش میمونن. او دیگریش به قریب 50-60% با اون خاطر ما ویدیو کردیم فی سبیل الله اومدیم به خاطر الله تاخن نموندیم ای پیش دیدیم همه را سنجیدیم دیدیم که در حقیقت این واقعا حقی است دین بگه شده بود. ای مسکو با اینجا 1300 کیلومتر ما اکا از برای خدا خسته اومده همین کار کرده اینا با گشته رفته هستیم برادر عزیز. این همین کار تمام. فقط راه دهیم برادر مهربان. مسئله چسبیدن حقیقت راست میگه برای که در راهیم سیویاز نیست دوستانیمون. کارتا موندگی ای ویدیوی آخرون ایمنا ببینه کارتا موندگی ای همجا ببینه ویدیو آخرون ما بدره ببینه کارتا موندگی دوستان دایم بابا جان نشدهش یا در بابای لنگری کارتاش موندگی از برای خدا یک ای ده های بگیره کمک نه هیچ گم نداره 100 روبل 200 روبل هیچ گم نداره. سلامت باشه دعاگو باشه هر چی از با خاطر خدا. همینجا سین سالی شما را در نظر دارم هر یک قدم در اینجا شدگی سیرانو 18 بالا شدگی تماشا داره فهمیدگی من یک گپ تو میگم همینجا از برای خدا فقط بگو فی سبیل الله وقتی از برای الله کشید والله بالله تعالی میشه خوب بغیر سه قسم دیگه قسم نیست. فقط میگم تو همینجا در طول حیات 18 بالا سالگی تو یک پایان تو کدم گناه نکرده باشه همینجا مینوس کنه کسی گناه کرده باشه پیلوس کنه خداوند گناه را کلش عفو میکنه گناه نقل نکنه. این کدمت میگه که من گناه نکردم بنویس این همینجا من نکردم بنویس. گناه معنی نداره که تو زنا کردی دزدی کردی گناه تمامی نمود همین تنست کلی بنده خطاکار گناهگار است همه ما خطا داریم چی در کار گفتن این گناه یک کسی دیگه کلی بنده خطاکار است. پروردگار او بسازه اگر صدقاً از برای الله پروردگار بگو خدایا من بعد همین قسمی خوردگیم بعد همین سخنی کردگیم پروردگار من دیگه گناه نمیکنم خدایا او بساز من ان شاء الله پروردگار میبخشه. مرگ وقتی که میآید نمیگه تو در سری دسترخوانی در روی جای نمازی در بالای ماشینی در سری رولی یا باید برای فرزند تبینی همون ساعتی بچید میگیرد. با اون خاطر ما همه وقت باید تیار باشیم برای مرگ. میگه پیش از مرگ تا آماده که بنده یا نه. ما گفتیم اما گپای کوچکی ملا نیستم اما من هر روزه میبینم مرده ها را هر روزه خطی برادران خواهر و تاجیک خداوند رحمت مغفرت چون که نگذشتگان شما خطی هم حاجی قاسم بابا ما هر روزه دیده استودیم خیلی من دشنا میکنه جنگ میکنه من دوست میدارم الله شاید که در این در راه سفرم قسم خوری بسیار خوب نیست والله بالله تعالی که فی سبیل الله میکنم من دوست میدارم ملت من دوست میدارم خدمت در راه اسلام در راه خدا با قیامت آباد کردن من دوست میدارم. مقصد که
تیار باشیم به مرگ. فکر نکن در پیش چشم و مرده سودیان پژر علاوه ای استروک میغلطه ماشین میزنش مقصد ما مثل کلوب مقصد ما قادم مرد هر روزه میبینیم اما باوری نداریم ما میمیریم. باید ما تیار باشیم. من نمیگم که من سخن کرده من تیار نیست من تیارم نه منم پر از گناهم اما مقصد سخنی منه که باید تیار باشیم جان شیرین برادران مهربان. در شهرهای غریب پروردگار میگه هر بنده من که در سفر باشه در غریبی باشه یعنی که غریبی معنی نداره فقط در مسکو باشه کم پسش در غریبی باشه اگر بنده مؤمن مسلمان حقیقی باشه 5 وقت نمازش بخونه در یاد خدا باشه اگر خدای همون زمانی که جانش گرفتم وای درجه شهید میبره. درجه شهیدی شوخی نداره برادر مهربان. صحابه تابعین دوستان خدا مجاهدین حقیقی فقط حرکت میکنن که درجه شهید ببریم. برای چی شهید پرسش نداره. با تن خونالود در استرویکه میغلطی ماشین میزند پژر میشه روز قیامت گردنی بلند قبر میخیزی. روز قیامت میگیم نمیم ایجا زدن میگذره. اما حرکت کنیم که در راه خدا باشیم. حرکت کنیم یا برادر مسلمان و تاجیک شما دستگیری کنیم. این قفسزنی همدیگر نکنیم. امروز در کدام شهری با دیدم بچهای تاجیک یا بچه با کدمی را غارت کردین قپیدین میگه حاضر این برادر نویسه در اینستاگرام اکای بابا جون رجیستراسیای ما اما رزرشن رابط پاتنتی ما یا ساله بود ایرو جنگ جنجال تاجیکا بین خچون گرفتن 3 ماهش کردن 3 ماه بعد باید ترک کنی با بگردی بیو 5 وقت نماز بخونه برادر نویسه البته معنی من همین گپ حرکت کنی بیاشه چی بگم که نگفتنم بهتر است اما حرکت کنی در همین شهرهای غربی خطیبی همدیگر را دستگیری کنیم. یک پسزنی همدیگر نکنیم. یک همدیگر را به خدا کارچه آیا پشت خنجر نزنیم. برای چی ما همدیگر را خوبی کرده نمیتونیم؟ ما را چی بلا زده؟ برای چی ما مسلمان در مسجد میدرویم در یک مسجد 40-50 نفریم 20 کسیم 10 کسیم والله قسم در همین 20 نفر بین همدیگر یک بدبینی داریم یک نفرت داریم یک چی میگن غرور داریم. من سومی خوب میام اینم یا خداوند من لیپسام شروع کرده ایوه بیزیب کرده مسکلوه قدی من بلنده ای پسته ای کجله ما با خدا جنگ کرده نمیتونیم کو. مثال میگم لیپسای من کجله باشه شما یگان دا پروردگار آیا شما با پروردگار جنگ میکنه که لیپسای بابا جان کجله کردی یا که من طعنه میکنه لیپسا کجله چیزی شمرو یک خداوند کرده نه من کردم نه یا تایگه کرده نه تایگه یا پروردگار من شمرو کرد تو آدما شروع بدونن که میتونست پروردگار همه را مثل من کنه یا که یک کس معیوب کرده یک کس مقصد بیدست کرده این چیزی پروردگار ای من نمیدونم با خدا قسم به این مردم مسلمان تاجیک چشیده همین که حرکت می‌کنیم همین که گام میزنیم برادرها بس کنید وقتی من ویدیو برای میتینگ کردم میتینگ یک خطیب بابای لنگری گفتیم روز 22 باید میگذشت در مسجد گفتم برادرها نره یعنی این فتنه هست ای بخدا نه مادرمون نه زن و فرزندمون شما کافر شده شما مردم ایرای خدا باز میداره باید اون میتینگ اشتراک آخه میتینگ اشتراک منی بچه من بعد میتینگ رفتم سپیس پریام ای همون بچه‌هایی که دارم کوچک گذشت دادن الله اکبر گفتن قپیدگی محکم شخصایی که هیت کرده تله کرده بره الله اکبر بگه خداوند میگه چیزی که ضرر میکنه بعد از نتونستی بعد دهن نتونستی با قلب بعد بدیم جایی که زلال نکو برادرای فتنه هست کسی میره زلال میبینه در همون سپیس پریام 3 تا اکاو دادار قبیده بدن اکا جان ما رو خلاص کو داوج استاتیا تروریست مقام لقم فتنه انداز شونه استگن چیکار شو کنیم اینا کدمی تیا داچکا میگیری یک تا پاکت میگیری با همون سپیس پریام سخرا میبری با 3 فامیلیا را در همون تاری آدم میگریزه که شما را با هم ساوچاس نکنه اما وقتی ما عاقلانه خواهش میکنن مقصد برادرای کنسولی پاسولس و برادرای مقصد بعضی مقامات ها که
مردم خبر کنه همینجا فیتنه هست میدیده شده همونجا آتش خداوند بنده را عقل داده است این رای کج این را همونجا آتش چون میرن دم آتش میپرتن من نمیگم که اسلام ازش برای اسلام جان میتیم اما دونستان در کار دگیجا سخن کردن در کار اما چیکار کنیم کدام ایتو کدام برادری ما کدام حرکت میکنیم که همدیگه را کمک کنیم حرکت نمیکنیم اما ما خواهش میکنیم یا ویدیو رو میگذاریم برادری عزیز از برای خدا است این ما 1300 چند کیلومتر اومدیم برای 4 تا پژار شدگی برادری سوختن تاجیکی خودمون همینجا قریب از 30 40 تا بچهای تاجیک جمع شده بود الحمدلله بچهای کویبش همه رایونا بودن رئیس دیاسپورا شفایرو کردیم در پیش بالنسا ویدیو کردیم اومدیم قدیم جوز ویدیو کردیم الحمدلله میشه که سر جمع شده ای مردم 10 میلیونیم اهم 10 میلیون 2 میلیونش همینجا اگر در مسکو در نظر بگیریم روسیه را همین سرجم شیم یک مشیم نه ارسش نه تترش نه داغستانش از همه بالاییم اما همدیگری میفروشیم ما از بسیار میدونم بچه‌ها را که بچهای لوبلینایی خصوصا با بچهای لوبلینا و بچهای همین یوژنی ورود داخل داره برای سوم دنیا برای 4 سوم یوره که پروست حق بگردم جمهور مداشتیم نمیخوایم کار کنیم نمیخوایم یا استرایکا یا که یا عربه را برداریم برای که پس زدن تاجیک خدمو میفروشیم برادر تاجیک کار نکرد وای کار نبرمد انا این یا بورا زیاتی برآورد همدیگری بچهای تاجیک در یوره میفروشی در یک نجس پروردگار همین اهل یهود نصارا را نجس گفته است اما اینجا اهل کتاب اینجا بحث بین علما من یا دورم میرم میفروشم مسلمانی خچه تاجیک خچه که یوره ده همونجا رام بتیا آیا تو همون نونه که برادر اختا فروختی تو همه حلال میخری دار شال بگردونا این ده همین رای سفرم به هم اگر من یک سوم بگیرم این برادره که برای مردخر میگه برای این همجا رفتگیم من اونجا قریب 60 یا 30 کیلو آدم بود اما مقصدمون این آزی برادر میگه که میدونی سومی کلو نمیخیزی میره من 1300 من میدونم که میگه که به عقلی آدمی عاقل سالم چونی نمینسه من پروا گپی ندارم اما ما 1300 کیلومتر خستیم تو در دیوان یونبو اینت نمیکنم اما پروست گفته شدم بیا سرجم شد اصلا هست و بدبختایی که از میگم برای چی پسال سیارده میکنه یا نمیکنه از میگم تو لبای مسو لبای ها لبای بابا جانو да برای اومده است Впереди камера на 50. 11 минут با شما دیگه جای همون آدرس کو سفر پارتو من دامه اومده است شنیدی ها اومده است مال خوب 10 minut بعد میرسم خوب دوستان عزیز چی بگم در شهر تتارستانیم در گیجو بود الماتینسکی رایون در همجا 4 برادر خود بگیم اول یک کرن میسوزه یا تاش از دنیا میگذره 3 تا گشت و ازمین 4 اکاو دودار با هم خودی برادرها کیچ میگه پرو ندارم میگن هزاران کاروان رفتن تو دو هنوزم آن سگان دارند هو میگن هر شب زی خودت بپرس اگر تو مردی امروز چه خدمت به مردم کردی
مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. باز میگه مسئله پاسپورت و کنسولی الحمدلله اولی در اون ویدیو رو هم گفتم. میگه سمالیات یاره هم چهار برادر برات چیکار کنیم، اما اینجا اکسپرتیز اینجا نداده شده. اول باید از بگذرونه که او سوختگی که سگوناش موندگیان در حقیقت هم چهار اکاو دادار اخیلان پاسپورت کپیوش آوردن. کنسولی دویده است پاسپورت و اگه میبخشه و من پشتی پاسپورت کنسولی نمیگیرم، عقل من با پلیتیک نمیگیره. اما پاسپورت و کنسولی فکر کنه برادر این وظیفه شکی وظیفه دارن هر مهاجر یاردم کنن، اما و بلاگر نیستن هر یک کاری خیرشون یا جو میرون بگیرن نشون بدن. با خدا در رای سفر من با چشم خودم دیده شدم چقدر حرکتونه کمک دارم، اما متاسفانه ویدیو تو غش ده غش چی بگم. خب دوستان مهربان، خواهش میکنم برادران عزیز قریب Впереди камера. خواهش میکنم همین ویدیو آخرون اینا 500 600 نفر شدگی آخرون موندگیم به خاطر الله در ایمو ها واتساپ و در گروپ هایی که داره تلگرامی پهن کنه. همین برادر 4 اکاو دادارن از یک خونه یک تاش سوخته پول سوخوناش که در تلگرامی من بدروه دمون تای سیلکا زکریپیچ کرده میبینیش چه سوختگی های. اما مقصد از این که دیگراش وایش وزمین 88 و 98% سوختگی های در تای اپارات های او دیگرش هم شکسته سوخته وایش هم سوخته 4 اکاو دادار یک آیله کم بغل از کوی بیش. اینا که ما خستیم به خاطر الله اومدیم اینا بار رفته شدیم. خوب خداوند همه ما را برای راست هدایت کنه. خداوند درد سر یگان تا نبینم، ای پدر مادر تو نبینم. هر یک قدم اومده از برای خدا حرکت کنه، 4 سومه کار میکنه فرق نداره در جای کار میکنه، لقمه حلال کار کنه انشالله به خونه تو بر بگرده یا که سوم تو را روی کنه. احتیاط باشه برادرها. بسیار میبینیم بعدی با کاراتون فوتبال و والیبال بچه‌ها بسیار رفته شده. یعنی من نمیگم نکنه بکنه و نگاه که همین روز تو فوتبال میرای خدا نکنه و همو پهات غلفت میزنه میشکنه. پگاهی تو باید کار برای 1200 یا 5000 یا 3000 کار کنی با پدر مادر ترای کنی. همون روز پاچ شکسته اینا تا کار ماندی ای سوماندی خود رزاق پروردگار ای. اما خداوند عقل داده ما راستی اومدن کار کنی خونه یا ماها که رفتی با فوتبال میزنی والیبال میزنی تماشا میرای او بازی میرای رفتن بگیره. بچه‌ها کمتر جنبور ماده شدیم، کمتر ناکاره شدیم، کمتر یعنی که از کار برآمده شدگیم. پیش بچه‌ها دایا واگون 10 15 کس کار میکرد قوم میکرد و سرجم بدن یک نولا را تقسیم میکردن. باز میبینی در کافه میزنه در چایخونه میزنه. ما شدیم داج خش نمیته که ماکارون پیش یک گریچکا و ماکارون میکردیم میخوردیم باز هم گریچکا و ماکارون داج تابش نمیکشه پزم خونه. چی کرده نون میگیریم در موسر میپرتویم تربز خربز در موسر. اما همه میشه اکونوم کنیم. آخی من زبار میکنم 30-40% همین در کیسه مای تو میتونی بیا در هم بر من بیست یک روز طاقت که ای بدبخته که چونین فکری بد داری نسبت من همین تلفن داده سبتین یک روز طاقت کردن میتونی. لعنت یا الله با سر همون شخصی که در کیسهش زده، لعنت یا الله با شخصی که این تهمت میکنه. حضرت عمر میگه وزمین ترین بدترین چیز برای هر یک شخص مسلمان از زمین و آسمان وزمین ترین این چیز است تهمت بر یک برادری که از همون چیز درک نداره در سرش میزنی. هر کسی تهمت کرد، هر کسی که بد گفت، هر کسی گفته شده من با قیامت ماندم ان شاء الله. قیامت قریبه ای کشتاری هر یک قدمی تمام میقپم ان شاء الله. یا فراموش نکنی برادرو این سخنی من هست ان شاء الله میمونه. ای خرطقی هر یک کسی که نسبت من تهمت کرد پس زد بد زد میخواست که من با کوسکا کنه که پروردگار شرمنده و خور چی میگم خونه سار شو کرد پروردگار روز قیامت های کشتاری تمام میقپم با تهمتاتون. خوب من یارا گوش نمیکنم درست بفهمن که روز قیامت قریب است، روز محشر یا پشیمون میشوند.
وقتی که یگان امر معروف خوب میشنوان یگان جو بعد میگن در حیات یگان کس خفه کاری بعد یک خود میگه که من در یک کامنتار یا یک جو بابا جان یا مثالی که من خدمت گفته استم دشنام کردم تهمت کردم در حالت نمیدونستم در باری وای نبودم اگه جو بیام بابا جان که من خطیبی کمک بخشش پرسم نک من شما را نمیبخشم اینا بگم تو برای که خیلی دلی من تنگ داده 8.5 ماه دلی من غم دادگی 8.5 ماه من همه می فقط صبر نوشتم میگن از صبر سیرون از صبر مفتاح الجنه خب من سرم وایرون است الحمدلله من 8.5 ماه سرم وایرون است اول برای بزمز اینجا سرم وایرون میکنم کوچ پول میشتم من برای یک شغل دیجش دیگه برام سرم وایرون نمیکنم خوب برادر عزیز اگر چی بگم پس بلنگ گفته باشیم پدر و مادرای همو اینجا هستن اکای حرمت میکنن به خاطر الله ببخشه گاه علام میکنه وقتی میای مرده ها را میبینی وقتی میای سوختگی بچه تاجیک پاره پاره شدگی اول در تلگرام بدروی ببینی میبینی کو بعد میبینی بعض شغلایش که خطا این آدم خیر میکنه نمینویسه چونین همو بداش مینویسن شخصا که غجدن فکر میکنن این بلا به سر ما نمیاد فکر میکنن که این ما مردنی نیستیم بعد کم ترزیق میشه میگه که مسلمان ابی برادر ابی چون مینویسه دیگریاش وزمینن برادر عزیز سه برادر دیگه وزمینن من چی بگم درو الحمدلله ما استغفر الله میگم برادرای مهربان مسلمان اگر یادتون باشه هر یک قدم شما پیش اگر یک کس گذشته میشید یک کس ممبرد یا هفته 2 هفته را در اون قشلاق تلویزیون نمیموندن حتی فکر تو اگه یادتون باشه تلویزیون نمیموندن که فلانی مرده خفه میشوه مرده قدر داشت مرده یک چی میگن همسایگی قدر داشت نعمت قدر ما امروز چی بلا زده که گاهی مرده های در اپرا دنگ دروغ رفته سوده ترم با اون خاطر من گفته استم با تاجیکی با بچه تاجیک سوخته پاره پاره شده اینجا کیم چی نوشته سوده پروردگار اگه هدایت کنه همه ما پروردگار همه ما را برای راست هدایت کنه پروردگار کل گناه ما را عفو سوده توبه کنه حرکت کنه پس نزنیم هم دیگه را الله شاید که دنیا کرای چی نمینه فقط نماز میمونه و کار خیر الله شاید همین خطر میمونه برادرای نو درمده برادرای که نو درمده شهر کویبیش نویه عبدالرحمن جامی حاضره 4 برادر میرون یا جو با کارش جو اوس میگردن در عقب یا ماشین میزنن هر دی ماشینو در میگیرن اسپید نکرده همون بچه‌ها هر 4 دمجا میسوزن این خیلی شوخی نداره من یک کس در اکرام برمدن گفتن شوخی نیست میسوزن 4 برادر هم یا تاش پیر حالا به بر نمیاد سه یا تاش میسوزه پاره پاره میشه مقصد پول سوغونش میمونه اما یا تایگاش با 70-80% سوختگی یک تایگاش با قریب 50-60%ش یا تایگاش با هم خیلی سوختگی یا تاش در مرگای یا تاش در دو تایگاش در اپارات نمی خیلن برادرو داغو باشه ما در جا مکان ما الحمدلله رسیدیم همه بخیر ما یا در کات خوب کنیم با پگاهی از دمی سفر ابرا na مسکو بریم یگان پس بلندی گفته باشیم به خاطر الله ببخشه خداوند حفظ کنه در حق آدمای مردگی دعاگو باشه همون نواسیت کن که بگو فرا بگی بو کیرا یعنی که دعاگو باشه خواهش میکنم ویدیو آخرین موندگی من دامو خطیب امو ستوریسی واتساپتون پارت خیلی حافظ گوش میکنی بعد میمونه که خیلی بعضیش اما در نظر ندارم در ایموهاتمون یگان گروپ هات پارت تو پنجا الحمدلله یک ساعت پیش زنگ زده بودیم 670 چند هزار جمع شده بود الحمدلله اون خاطر خدا همه ما را برای راست هدایت کنه فرو میگم در پایین اوجا اومدگی خداوند حفظ کنه خداوند سربلند باشه
کسی تو خفه کرده باشم قهرتون نکنه. اینکه چی میگن هم با همون زبانی غاج دیخچو صحبت کردن تو فهمه. همین ویدیو من میداره این نگاه کنی بسیم یوتیوب درو یوتیوب من بدرو یوتیوب درو از این نشان تو میتین برادرو اینا همین کانالی من دوستان این کانالی بابا جان 88 ای اینا دورمداز افیر تماشا کنه اینا این همین ویدیو آخرون ندیده این همین ویدیو را در همین ویدیو کی دور اومده دوستان اینها این همین ویدیو است ویدیو را دیده این همین سیلکا داره در تاش اینا همین استرلکای کلاپوی میجکه اینا سیلکا را دیده اینا هوزم میزنه شما هم خیلی میبره اما چطور دام پات پساتنه این همین استرلکا را میجکه اینا تلگرام اینم تلگرام دور اومده اینا هوز میدرم دام تلگرام داری دای تلفن دارم دای نه لکو تلفن بدرواگنی هوز اینم تلگرام من های میدرم هوز دام تلگرام ببینی برادرو ویدیو رو نشون تو میتیم اینم خیلی بابا جان 88 بزن در یوتیوب بزن در یوتیوب درو در یوتیوب میدریم اینا نگاه کنیم من دراسی اکرانشون شو میتیم این همین یوتیوب منه برادرو اینها این همو استریلکا گفتگی اینها دیده اینا ویدیو کی دور اومده برادرو اینها دیده شده الله اکبر اینا تلگرام من دام تلگرام میزنی روز درنش میره Через 100 метров. اینا برادرام تلگرام من این سایت پریسایدینی سمیشوا اینجا ویدیو همی جان دیدش اینا ببینه همه های باش اینا سوختگی بینه برادرو هیچ خشید مر بلانش کن اینا ماشینا بینه چه سوخته شده دیده شده بچه چجور خوراسته اینا ایش بچه سه اکاو دار داوجه سوختگیان اینا ایش هم قیخچه کشته بایجر هم سوختگیه یا هم شکستگی اینه بچه این در ایوگل ایدگاری شای اینا از نشانتون میتیم اینا اینجا افتاده دبیخ اینجا دیدیش اینا ایش Лада Гранта уехала, что-то загорелось. اینا Там на встречке еще одна машина. КамАЗ или полуприцеп. ایش Кто-то лежит он там. یورا ارسو دا تلگرامای خچو پارتوفتیان دا کانالای خچون اینا ایدگاری شا اینا وقت گرفتن ایدگاه کنی اینا ای بچه سوختگی اوجه ماشین آوشا بیدین این مرده برورده سودیانش اما بچه سوخت دیده سوده ها اینا دیده این آدم ها اینا می آدم ها سوختگی پول نی اینا همین مرده های برادرم اینا دید اختان اینا دیگریش شو کاری اون سون کرا بگیر بچه هم هست
سونکای منو بیا که این مرده است سوختگی ها ها خیلی ایش تمام این هم تلگرام داره با کدوم دای تاجیکستان پگام میوه این ایده تلگرام ای تاجیکستان پگام ماشین میاد بیایی هم تلگرام پرتگیشون یا در اینستاگرام استوریز خوب ما روی صفحه دکا جان هزار رحمت خدا حالا به خدا هزار زنگ من از بحثرک ما اصلا میکنیم زنگ میزنم اما کم تر تا ارزون تر ما درک ما بیایم وای میریم زنگ زد در خدمت از کم تر بهترک زنگ میزنم مثلا برای چی تو چی رفتن ده؟ آه. چندش میبره کنم؟ یه 34,000 این میگه 34,000 میگم 34,000 او ماشین میگه بخره بگیری بری خودت چه با 34,000 مگه ماشین بخره اگر 34,000 نتی مگر می از بور کنم خودم ماشین بخرم دور تو ماشین تاکسی نرسه ماشین بخرم آه. خوبه ما زنگ از ما چه فراموش نکنیم کو یا برگه ببین سگی چوپلوس مالش من سگی چوپلوس من حرامخور من مردخور همش من سلامت باشید شما بهترینه جواب احمقان سکوت خداوند حفظتون کنه رحمت باره دستگیرتون خداوند حفظتون کنه دعاگون باشید ای ماشین شوخی کردن نمیکشه السلام علیکم و رحمت الله این مردکی خوب چی جنگ داری آخی خیال میگینم هم یک خیلش من یک خیل شمندن از همه را دارم هم یک خیل خیتی روشم میگم ا بچه دندون ندارم این پیر شیدم میگن نمونه از نبگی چیکارش کنم لنگری بابا چیکارش کنم دوستان این خدا می نو رسیدم ها ماشین 650 میگی فهمیدم بابا لنگری میگه که وای خیلی رو نیستم چیم ترو من گپ زنم از میون اوج گپ زنشم من چه کلیم نه تو بروز میون نمیدونستم کد خدا بچه جواب دادن در کد خوب زنده تمام المتده ها المتده هازی اوفا درستم برادر هستم که ما را احترام میکنه الحمدلله میجوش موش کن الحمدلله انگاری از تلفن کردم پرو نمیکنم دوستی عزیز در 2 ساعت 670 چند هزار جمع شده بود الحمدلله او آدم خیر کن خیرش میکنه به منم به شمارم همتنی لانگاری بابا از روید میکنم افیرا بدرو افیرا روید میکنم دا چی بدرو دا واتساپ افیرا روید کردم بدرو دوستان دا چی دا واتساپ بدرو قبول که سیلکش روی کردم او بای لانگاری بیت الحمدلله این هم پیشم دوما اومدیم استودیم کدم دمزی دوما بیوشی بیا بشین چخ سخت نیستیم خب الله ای انشالله بله پروردگار اجرش میده فقط دعا کنید در حق گذشتگی خداوند الحمدلله بچه ها میگن که این چورک و دادری که بودن با هیچ کس کار نداشتین همه وقت سر جمع سر شخم کاری خچون 5 وقت نماز در مسجد میخوندین الحمدلله خیلی چخچخ کردیم
خداوند حفظتون کنه. پروردگار سربلند باشه. چی بگم که نگفتنم بهتر است. حاضی یک کس گذشته 3 کس گشت وزمینم برادران. ما حاضر این حاضر در شهر اوفا فرمادیم دم گرفتیم با بعترک راه که میکنیم سینی مسکو انشاءالله. زباری چیه گفته استی برادر عزیز نفهمیدم. ای کویبشن ای کویبش ای عبدالرحمن جامی ای کویبش ای عبدالرحمن جامی میکنم رحمتی را اکوال ای رحمتی سوختگی خیختون از نشون دادم در تلگرام دیده به حد بزیب سوختگی اوه میدونن که اکاو دارن باید اکسپرتیز ای گوشتی تنه و بگیرن ای اکاش بگیرن ای خونوشو بروان بگذارونن که هر همین دینکه یا همش یخیله هست یعنی که در اساس همی بعد مرده را میتیم ویدیو در کانال ما ویدیو در تلگرام من در کانال باباجان 88 در تلگرام باباجان 88. خوب دوستان عزیز شب خوش به همت دعاگو باشه یگون کمدی باشه بخشش اینه محمد صدیق حفیظ میگه از قشلاق تمسه دعاگو باشه دوستان. نمیدونم چی بس سوخته باشن اول یک کردن میان دم یا ماشین 4 اکاو داده در عقب یا ماشین جمع میزنن هر 4 میسوزن حقیقه پروردگار خودش میدونه برای چی خیر. همین تلگرام باباجان 88 بزنه میبره هم پروسا باباجان 88 بنویسه میبره همونجا سایدینین میشه میبینی همشه. یا کمی ویدیو اخیرون هم ببینه از من چی میکنم تلگرام دام کامنتر ذکریپیت میکنم در همونجا ان شاء الله پیوست شه. خداوند نگهدار. السلام علیکم. رقم کارت در هم ویدیو هست رقم کارتم ویدیو اخیرون من هست. خداوند نگهبان تو برادر جانم.